بزانو گفتم. بزانو روزت باز شد خانم. کلمت را ارزکان خانم. شاید نجات یابی. دایر پسرم پلیدین و بکر توف. بیایید خلای زیلول، از اینجا می رویم. آخر دخترها حالا هم نبر اومدن. بیایید زودتر رویم. آخر دخترها زود باشید خلای زیلول. دخترها رو گیریم. دخترم بدیه. آمدم پدر. دختر کجایی؟ تو چکار میکنی؟ با دو زندگی مشغولم. گوش کن دخترم، اگر از خانه یک قدم بیرون برایی دست و پایت را میشکنم. فهمیدی؟ فهمیدم. رفتند اپا. خاموشی است. زود باش بدریه. پیش درو. انشاءالله به دستی اون نوبکاری پلید نمیاد. انا اومده ای سودان. خدا را شکر. سینون کجا بیا رفتیم. زود بیایید زودتر. با سینون چی شد؟ خلای زیلول رو دستگیر کرده کشتنی بود. آقای دکتر با چوبی به سرش زده او رو بیهوش کرد. سینون همین خیلی بماند. همینجا میموند. سینون چی میشود؟ اگر او رو در اینجا پرداخته رویم پدرم او رو یافته میکشم. پدرم دشمنی تشکیلاتند. خیلی خوب بگذار نیست و نابود شود. نمیشود. او را باید از اینجا بریم. با کجا میبریم؟ در پس خانه‌مون انباری کهنه است. با اونجا میبریم. در اونجا کسی او رو نمیبیند. خلای زیلول، شما هم روی دخترها رفتن گیرید. پلیدی بیرحم دخترم را زهرآلود نمودی. بس کنید خلای زیلول، این روحی حال نیست. خودت میدونی که چقدر مردم را عذاب و شکنجه داده است. آروم شدید خلای زیلول. گوش کن پسرم، نخود عذاب و شکنجه به مردم داده اش بی جزا ماند. بعدی بازگشت بدیها به سربازان خبر میدیم. بگذار جزایش را بیند. اپا پدرم اگر در خانه نبودنم رو فهمد به جستجویم میبرایند. بیایید زودتر رویم التماس. راست میگویی بدریه. تو به هوش آمدنی سینون شما روید. بدریه رو به شما امانت میسپارم دکتر. خواهتیر نشو. کاری از دستمون اومده رو میکنیم. شما همراهی ما نمیروید اپا جان. نمیتوانم بدریه. رفته نمیتوانم. گناهایم بی‌نهایت زیادند. اگر دستگیر شوم تا آخر عمر حیاتم در محبس میگذرد. بغیر از به کوه برگشتن چاره دیگر ندارم. من به شما چی کار میکنم؟ به شما نمیروم. رو خواهرک، رفته خود را نجات ده وگرنه مثل من بدبخت میشوی. دکتر تو را با دوست داشتن به شهر میفرستد. در اونجا خانه دار شده از این رنج و مشقت خلاص شوید. صاحب خانه و در و فرزند شوید. روید. زینب و مادرم رو در کجا پنهان کردند که چه؟ سینون آنها را به قرارگاه دهه گوزلچه فرستاده بود. به من کمک کن که چه؟ زینب و مادرم رو از چنگ اونها رها سازیم. کوششت بیهوده است. شاید کیهو زینب رو از آنجا برده باشند. شاید یگان خبر. گفتم که بیهوده. متاسفانه نامزدت را کسی یافته نمیتواند. روید اکنون نیستید. بیا دخترم بیا رفتیم. من هم رفته نمیتوانم مادر جان. چرا برفی؟ که چه راست میگوید مادر جان. گناهایم چون زیادن که تا آخر عمرم در حبس میپوسم. تو را اینجا نمیگذارم برفین. نمیروم. اگر روم چی میشود؟ فکر میکند مرا با حالا میگذارند و سربازان خبر میدهند اومده مرا دستگیر میکنند. بگذار تو گناه نداری. من و دکتر به تو شاهدی میدهیم. تو را آزاد میکنند. انبی مرا آزاد نموده. شاید آزاد شود لیکن نمیدونم تشکیلات رو به حالش میگذارد یا نه. تا روزی محکمه آدمانی تشکیلات رو زنده نمیگذارند.
حاضر میبینی من هیچ چیز رو نمیدونم. جای سلیمان رو نمیدونم. نکنه میدونی. باید یگان چاره یابیم. خلای زیلول رو دستگیر کرده همروی اونها گذاشتن، لیکن اگر خودت رفته تسلیم شوی دولت حتما کمکت میکند. بیا برفین، رفتیم. نه نمیروم. روی دکنون. اگر سینان به هوش آید یگان تویتون زنده نمیمونید. بیایید رفتیم خلای زیلول، رفتیم. بیایید زودتر، رفتیم. بدریه در کجاست؟ خودش میدانه که سطحی تنها از دستی او خوراک میخورد. به او گوی آمده به پسرم خوراک دید. نه آتشین نشوید. دخترمان در خانه نیست. چه نیست؟ همه جای خانه را دیدم، نیست. به فکرم گریخته است. گریخته است؟ تو چی ها میگویی؟ آبروی ما رو تو پول کرد. خدا جزایش را کرد. مرا شرمنده کرد. بدریه در کجایی؟ بدریه دخترم در کجایی؟ بدریه اهدیه لبه اگر در کجا بودنی او را دانی و نگویی تو را زنده نمیگذارم. به خدا نمیدانم به خدا. فکر میکنی من او را یافته نمیدانم؟ پایهایش رو میشکنم. من در کجا بودنش را میدانم. انیخ او به نزد همان سگ بد شرفته است. ایست موسا، به دختر جبر نکن. یک دختر را صاحبی کرده نتوانستی. خاله جان، ما رو پدرم در اینجا میابند. نترس دخترم، اصلا نمیابد. اگر یابند میکشند. یابد، هم ما تو را به او نمیدهیم. آرام باش، هیچ چیز نمیشود. چرا آقای طاهر دیر کردند؟ از خانه زیکا فرهاد رو گرفته میآید. انشالله همش به خوبی می انجامد. انشالله دخترم. آقای دکتر آدمی با عقل است. رئیس دیه می آید. چی؟ او نباید بدریه را بیند. چیکار کنیم دیلو؟ بیاید شما با اتاق آقای طاهر دروید. گذر دخترم. سلام دیلا. بخیر است آقای شهباز. خودم را بد حس میکنم. دکتر کجاست؟ آقای دکتر نیستند. من با شما کمک میرسم. خودت میدونی که ترباد دارم. زانوهایم نمک گرفته به در آمدن. چون که بهار شده است، از همین سبب حاضر دارو میدهم. سلامت باش دخترم. دکتر در کجا گفتی؟ در دهند، حاضر میآیند. دارو را خیلی استعمال کنم؟ 3 دانگی پیش از خوراک. خیر، سلامت باش. خدا نگهبانت. رئیس دیگر میموند، رویت رو با اون نشان نده. دکتر خیریت که تو آمدی. خوب شد که تو را دیدم. بخیر است رئیس. میدانی پایهایم به در آمدن. دیلا همین دارو را به من داد. داروی در کاری رو داد است، حتما شفا میابید. بیا رفتیم. دکتر این جوان کیست؟ پسر یک بیمار خبرگیری اومده است. کیست؟ از کدام اولاد است؟ یک شناس میشدیم؟ خفه نشوید، کمی سر و سیما است. بعد انشالله شناس میکنم. دکتر احوالی من چی میشود؟ زانوهایم درد میکند. داروهایتون رو استعمال نموده، کمی استراحت کنید. میگذارم پروا نکنید. سلامت باشید. سلامت باشید. اگر پدرم در اینجا بودنم رو فهمد، چیز نمیشود. پدرم رو کسی تو را نمیابد. خواطر نشو. گذشتش. پدرم رو زنده نمیمونند. خاله نترس جان. دخترم، نترس. رئیس رفت. آقای دکتر کی می آید؟ اومدیم بدریه. فرهاد. بدریه. شکر که اومدی. وای، در راه با رئیس روبرو شدید. بله، اما او روی فرهاد را ندید. بیایید، گذشته شینید. گذرید. پسرم طاهر، بگذار هر دوی اینها تنها صحبت کنند. مایلش خاله زیلول. اینجا برایشان آنقدر خوب نیست. درست میگویید خاله زیلول. آنها را در خانه شما پنهان میکنیم. در چنین وضعیت هم روی آنها بودنتون بهتر است. خیلی که خودت خواهی پسرم. کی براه میبرویند؟ صبح بر وقت آنها را گسل میکنیم. در استانبول رفیقم آنها را پیش روز گرفته کمکشان میکند. همونجا خانه دار میشوند.
نمیدانم کاری درست میکنیم یا نه. میترسم اگر آنها رو یابن حتما میکشم. برای اپای خدیجه رو نجات دادن دیگر ایلوج نداشتیم. هم اپای خدیجه نجات مییابند و هم دو دل داده با وصال یکدیگر میرسن. خدای زیلو انشاءالله دخترم، انشاءالله. دیلا تو با خدای زیلو کمک کن مهمونهایمون رو به خانه او برید. مایلش آقای طاهر رفت. من باشم رفته به سربازان خبر میدهم که سینون در دهه ورگینیز است. چه حال داری سینون؟ با من چی شد؟ تو را در کوچه بیهوش یافتم. وقتی زیلا را دستگیر کردم کسی به سرم زد. عجبا که به سرم زده باشد. من کسی را ندیدم سینون، تنها بودی. بیا مجده. خدا شفا دهد سینون. تو کجا قد زدی؟ من با من بازی نکن کبزن. کجا شدی؟ آرام شو سینون. دارویش تمام شده در یک کنج ده نشسته بود. چیکار کردنش را نمیدانست. وقتی دارویش را دادم به خود آمد. حالا ایست مجده، حالا ایست. تو را آتش میزنم. سینون و یک گروه سیلوداران در دهه ورگینیزند. بله، معلم زینب رو سینون و آدمانش بردند. خدا مددگارتون بود. آقای دکتر خیزبان ممکن است که باز یک جای دیگر زنگ زنم. با کجا زنگ میزنید؟ به استانبول، با یک رفیقم. ها البته، با کجا که خواهید زنگ زنید؟ تشکر خیزبان. خیزبان آمدم پدر. بیا دخترم. اون با کی زنگ میزند؟ با رفیقش زنگ میزند. با کی گپ زد؟ با سربازان. کدی گپ زد؟ با آنها چی گفت؟ در دهه ورگینیز بودن سلاحداران را گفت. دکتر بیا کمی گذر یک پیاله چای نوش. من حاضر چای میارم. نه تشکر خیزبان، نمی نوشم. با رفیقم در تماس شده نتوانستم. بهتر اومده زنگ بزنم رئیس. البته هر وقتی که خواهی آمده زنگ زن. البته. سلامت باشید. خیر میلش، خوش آمدی. کنی زودر وکی گفتم درون ندارم. راست به این کارا چاو. رو این کارت به اجازه نمیماند مجده. در قرارگاه با پوستت کار جا میکنم مجده. من گناه ندارم سینون. او را نترسان سینون، برقصد نکرده است. چی ادوکاتی او شدنی هستی؟ کجا؟ تو خودت کجا گم شدی؟ چند بار گویم با جستجوی مجده برآمده. اگر یگان کاری خطا کنید هر دویتان را میکشم، آتش میزنم. دانستمانید، مرا فهمیدید؟ سینون آواز تو بیرون میرود. چرا اینقدر داد میزنی؟ به سری هر دو این ابله داد میزنم. رئیس دهه آبی کلان زنگ زد. دکتر در اینجا بودنتان را به سربازان خبر داده است. توی بیناموز از زیر هر سنگ این دکتری بیناموز میبراید. زود آماده شوید تا آمدن سربازان از دهه روید. درست میگوید جناب. زودتر شتاب کنید. کنی به من گوید آن دکتر در اینجا بودنی مرا از کجا میداند؟ فهما آن دکتر به سرم زده، زلال را گریزانده است. حالا صبر کن دکتر، من تو را با دستانی خودم میکشم. جعفر لبت پدر اسبها را آماده کن. از گریختن فرهاد آگاه شدند. بیا رفته خطیچه را میگیریم. ایستید.
ایستید خالای زلال. خالای زلال ایستید. برای پای خدیجه را از دست آنها گرفتن کمی بر وقت است. به سرش یگان بلای نامده خدیجه را گرفته میبرم. کنی در را کوب پسرم. کوب پسرم. خواهرم جلال، پسرم گریخت، فرهادم گریخت. همه در این مورد حرف میزنند آقای خلیل. ای پسرم، هم به خود جبر کردی هم به ما. موسی بیرحم است، هر دویشان را هم میکشد. چیکار کنم؟ نتوانستم، قوتم نرسید. خواستم او را با خدیجه خاندار کرده از دستی موسی خلاص کنم، لیکن نشد. چی کار کنیم زلال؟ کجا رفته باشد؟ پسرم را میکشند. افسوس پسرم راضی نشد. بدریه را دوست داشته است. فرهاد، من به تو چی گویم؟ هیچ به ما رحم نکردی. آقای خلیل، از فرهاد نرنجید. چه خیلی که خودتان گفتید بدریه را دوست داشته است، دیگر کاری کردن نمیشد. غم نخورید آقای خلیل، فرهاد با عقل است، چیکار کردنش را میداند. انشاءالله خبری خوش به گوشتان میرسد. آقای خلیل، بگویید خدیجه چی میشود؟ آقای خلیل، التجا میکنم، قربانتان شوم، من دخترم را برم. غم و اندوهتان به خودتان کافی است. همه منزق شدیم، به او جبر نکنید. شما آدمی رحمدلید، میدونم. دخترم را بدبخت نمیکنید. زلیخا، خدیجه را بیار. خدایا تو را شکر میگویم. فرهاد رزیل، گمان میکنی تو را نمیابم؟ آری اگر به دستم افتی. اکا، چی گفت شد ریزا؟ بدریه همراه فرهاد گریخته است. این را تمام ده میداند. حالا ایست خلیل، من به تو نشان میدم. سلاحایتان را گیرید، میرویم. زودتر. دخترم، دختر جانم، مادر جان. برای بردن شما آمدیم. برای مرا بردن آمدید؟ بله، به خانه همون میرویم دخترم، به خانه همون. بگوید میرویم مادر جان. البته، با آنها خیلی خوش کن. خوش مانده مک جان و مرا ببخشید. تو مرا ببخش، نه همراهی عزیز خوشبخت شدی و نه در خانه ما. خدا به تو بختی سفید دید. تشکر مک جان. ما را ببخش دخترم. شما هم مرا ببخشید. خلیل، خلیل، مادر جان، مگر من به تو نگفته بودم بسک بچه‌ات گویی که در گرد دختری من نگردد؟ چرا مرا در نزد مردم شرمنده کردی؟ این کارت بی جزا نمیماند. من چیکار کنم موسی؟ چی کار کنی خلیل؟ این مسئله ناموس است، آبروی من است. حقش خدایی که باشد نپردازی. چه تو بیمار است. آقای خلیل زخم دارند. تو به این کار دخالت نکن دکتر. مدامی که دخترم را گریزاندی پولی خواستم را میدی. اگر پول نداشته باشی پس در کجا بودن آنها را به من میگویی و من چیکار کردنم را میدانم. آقای خلیل کجا بودن آنها را نمیدانند. شما کی را فریب میدید؟ چخل نمیداند. موسی، این کار را نکن. آنها را عفو کن. جوانان نمیفهمند. خودت میدانی که پول ندارم، دختر هم ندارم که به پسرم دهم. کاری شدگی شد، آنها را به حالشون بگذار. برای تو گپ زدن آسان است. ناموس ناموس من است. به جای بدریه انا او را میبرم.
خدیجه دختری من است موسا. شما چیکار میکنید؟ سردی دخترم را. مسئله همینجا تمام. از دخترم چی میخواهی موسا؟ موسا این کار را نکن. آخر این گناه است. این کار نارواست. نه روا است خلیل. موسا مادر جان، آخر تو چیکار میکنی؟ دیوانه ای پسری تو معیوب است. پسری من شعر برین است. خلی نیشته پره دارم. خدیجه دخترم رو نبرید. سردی دخترم رو نگویم. چیکار میکنی؟ سردی دخترم رو نبرید. ایسته شما چیکار میکنید؟ شما مگر عباسه؟ تو چیکار دار میشنید؟ رفت شم از اینجا. پسر خوبه زینو آرام شوید. تو خدیجه رو نجات ندیم من آرام نمیشوم. بیا رفتیم پسرم رفتیم. سفرون در را خونم رو و میلتیموس من بدخانه دارم اینجاست. دخترت با فرهاد گریخته باشد گناهی من چی؟ گناه را فرهاد کرده است لیکن حقش را تو میپردازی. نیتی گریختن نکن. اگر وزیر زمین هم فرو روی از گوشت کشیده میبرارم. با کجا؟ به نزدیک گناهم میروم. اختیه در رو کشو. اختیه شوهر دخترم را بود. کاری کردهش درست است مگر اختیه دخترم را برگردانی. از برای خدا برگردانی. مرا ببخش زلال. از دستم میگم. از این پس دخترت همینجا میماند. رو از اینجا. این کاری کردت خوب نیست. آنها بدریه را گرفتن. من باشم خدیجه را. شما از روی کدام قانون خودت عمل میکنید آقای موسی؟ این عرف و عادتمان است دکتر. ما آن را دوام میدهیم. نه این عرف و عادت نیست. دین میگوید و حق میگوید. مگر پدرانتان همین طور میکردند. خطاهای خودتان رو با عرف و عادت برابر نکنید. رو از نزدم دکتر. از شهر آمده به ما عرف و عادتهایمان را یاد نده. گوش کنید. پدرتون انسانی صاحب علم و با معرفت بودند. اگر حاضر از قبل خست نمی آمدند شما رو حق میدونستند یا مرا؟ دکتر گبراز یاد کردی. به پدرم کاردار نشو. عادیه کلی تو هم پدرم درا. کنی از اینجا زودتر برای نیسته. زودتر مادر جان خدایا این چی روز است خدا جان. مادر جان خلای زلال آرام شوید. بیمار میشوید آخر. بگذار بیمار شوم. مرم. فرزندانم رو صاحبی نکردم. برای آنها چی کردم؟ هیچ چیز. خدیجه برفینم دراتم. ایستا درد میکند. احتیاط کن میزنم. شده کنون بس. باهی منو کنید. شد یک چیز نشده است. شیفای بید. بس گفتم بس. کافی است شد. شیفای بید. گیجه سینون مرا چه خیلی جزا میدهد؟ نمیدونم مجده. چی جزا دادنش رو من هم نمیدونم. خواهش میکنم مرا حمایه کن. پروا نکن. حمایت میکنم. برای من شده سرت رو در بلا گذاشتی. شد آهسته در گفتم زخمم را به درد آوردی. شد از پسی کارتان شوید. شیفای با این طرف میآید. زود رفته برایش چوریست. اما از پسی کار شود. روید. برایتون چای گرم دم کردم. مرحمت سینون. تو را جزا میدیم گفته بودم مجده. چه جزا سینون؟ تو کادار نشو. راه گرد احمق. راه گرد. او را به حالش گذار. او گناه ندارد. با من گوش کن. در اینجا قماندان منم کچه.
من چیزی گفتم همون میشود، فهمیدی؟ یک طرف راهگر احمد فیدرا زودتر خالای زلال آرام شده؟ زیغ نشوید خالای زلال. خدیجه رو یک بلو کرده از دستشون میگیریم. انشالله برای دخترتون رو نجات دادن مبارزه میبریم. کمی صبر کنید. تو نیز مثلی من از مبارزه دست نمیکشی، همین طرف من بر ضد همه گونه ناحقی ها مبارزه میبرم. کاش میدانستی که خدیجه عبو برفین خواهری تو میشود. چی شد خالای زلال؟ چرا با فکر فرو رفتید؟ هیچ، همین طور گذشته را به خاطر آوردم. پسرم، من به تو یک گپ دارم. گوش میکنم شما رو خالای زلال. گوش کن پسرم. تو آقای دکتر چی شد دیلو؟ ما شما را میکوبیم. این برادر از دهه گزلچه اومده است. نبیره نوزاد آقای زینا بیمار شده است. باید به اونجا روید. احوالش وزنین است. من جزدانتون رو آموده نمودم. خالای زلال من باید روم. از من نرنجید. رو پسرم، کودک رو نجات ده. دیلو تو خالای زلال رو بدی همون بر. مایلش آقای طاهر. بیا رفتیم. خالای زلال، اپای خدیجه در کجایند؟ خدیجه نیست دیلا. من دیگر دختر ندارم. هر دو را از دست دادم. مجده، اینها چی هم میدانی؟ قبر. آفرین. آدمانی در زیر زمین بوده شهید شدگانند. کنی گپ زن. مرده ها را میبینی؟ نمیبینم. به اینجا بیا. خوب نگاه کن. چطور نمیبینی؟ بینگر در اینجا بودنش را حس کن. نگاه کن. خوب نگاه کن. چطور نمیبینی؟ نگاه کن. بس کن سیمان، او را میترسونی. تو چه گفتم؟ خواب کن گفتم. در بالای قبر خواب کن. نمیفهمی؟ خواب کن گفتم. خواب کن همه. خواب کن. بنده دورا دست رو ده و من با دقت گوش کن. اگر بار دیگر تکرار شود در اینجا نه، در زیر زمین میخوابی. در زیر زمین میمیری. فهمیدی؟ توبه کردم سینان. من را که خاموشی جزایت را خواهی دید. من را که سخت بندید. زود باشید. اکنون رفتیم. بیاید رفتیم بچه ها. سینان مرا تنها نگذاره. سردیت مرا. کجا مرا رها کن. کجا راه سینان. شد. بس شد. گریه نکن. شد. باید کودک رو به شهر فرستیم آقای زینب. محمد را در گهوارش خوابونید. گیر. مامانی نبیرم چقدر بیمارد دکتر. نبیرهتون زرد پروین شده است. صحت می شود. آقای دکتر او صحت می شود. خاطر نشوید صحت می شود. لیکن من باید به نقطه طبی رفته دروغی در کاری را بیارم.
تو زحمت نکش. هر چیزی لازم باشد پسرم رفته میارد. بله من رفته میارم. شما در نزد پسرم ایستید؟ مایلش. این خدچه رو به همشیره دیلو ده. داروهای لازمه رو به تو میدهد. فهمیدم آقای دکتر. رفتیم خودمان تا رسیدن این داروها و درون در آمده صحبت میکنیم. مرحمت گذار. شین گوش کن طاهر، در عائله‌مان این کودک یگانه نبیره مردین است. چخیل گویم پسر و دختر را از هم جدا نمیکنیم، لیکن دوام دهنده اولادمان است. اگر او را صحت کنی هر چیزی خواهی برایت میکنم. زیغ نشوید. با خواست خدا نبیرتون صحت میشود. خدا از تو راضی باشد. نام در گرد و اطراف مشغول شده. مردم دیگه بسیار دوستت می‌دارند. من باشم با فخر دکتر طاهر اول به دیهه ما آمده در خانه من مهمان شد میگویم. در این جایها اولین شناس‌های محمد رحمتی و شما بودید آقای زینال. تنی گپ زن، چه حال داری؟ به این جایها عادت کردی؟ در نظرم از چیزی ناراحت می نمایی. برای همین می پرسم. اگر یگان کمبودی داشته باشی بگوی. تو هم دادرم حساب می شوی. گپ زن. بیار دخترم. بیار. گیر. مرحمت. در این مدت کوتاه حادثه های زیاد را سرگذراندم و میگذرانم. پسرم، برای بیگانه ها در اینجا زندگی کردن دشوار است. راست. به همینش هم شکر. در ده خاله زیلال گفتنی یک زنی خیلی خوبی هست. دخترش رو مجبورم به ده ورگینیز بردند. زیلال رو میشناسم. همسری سلیمان است. ورگینیز باشد ده سبا است. شاید کمک کرده توانم. اول اصلی واقعه رو نقل کن. دختری بیچاره تا حال گریه می کند. او را رها کن موسی، رود. فکر میکنم کاری کرده اما خوب نیست. باید چیکار میکردم؟ دخترت بین دوست و دشمن مرا شرمنده کرد. آبرویمان دو پول شد. سببکار اساسی یعنی خلیل باید بی جزا ماند؟ خدیجه را آورده جزایش را دادم. من تو رو میفهمم، لیکن صدری معیوب است. با این احوال چطور خانه دار میشود؟ کفایه، من گفتم این کار میشود. پسرم معیوب بوده است. صدری شعر بر این است. دوام دهنده این نسلمان است. رفت خدیجه رو برار صدری را نگاه بین کند، با او عادت کند. رو زودتر. نترس دخترم. مرا چون مادر دون. خاله، شما به مادرم خواهر حساب میشوید. مرا از کودکیم میشناسید. با امکی موسی گوید که مرا رها کند. چند بار گفتم لیکن مرا گوش نمی کند. تو را با صدری خانه دار کردنی است. چی علاج؟ بیا به نزد صدری رویم. بیا دخترم، بیا، نترس. بیا رفتیم. بیا درو. پسرم، صدری جانم. اپا هم حالا هم نامده است؟ نه، حالا هم نامده است.
یعنی دختری بیچاره حیف می شود. البته دختری بیچاره حیف می شود. یگان پشتیبانی هم ندارد. دکتر از من خواهش کرد. من از خواستم به نظرت آمده همین را گویم. تو از عهده کار میبرای موسی را گوی دختر را جواب دهد. درست میگویی او، لیکن این موسی آدم یک رو است. گپ رو گوش نمی کند. تو را جناب سبا میگویم موسی را حتما راضی کرده میتوانی. البته میتوانم. این کار را به دست تشکیلات میسپارم. همین که او را عذاب دادند موسی اطاعت کردن را میآموزد. گرچنده که تا این وقت از تو هیچ خوبی ندیدند، لیکن خفه نشو. لیکن من بد هم نمیبینند. چه تشکیلات سبا؟ کی بودنی پدری خود و پدری ما را نمیدانی؟ ما با تشکیلات کار نداریم. تو یک جنابی عالی مرتبه هستی. حالا من چطور به تو باور کنم که با یک موسی کمبغل گپ حد نمیگذرد و از 3-4 راهزن یاری میطلبی؟ گوش کن آقای زینال، به کمک این آدمان کسی نه جناب می شود نه آقا. دختری موسی هم همراه آنهاست. از همین سبب پرقوت است. اگر از آنها کمک خواهی مجبور هستی که به تشکیلات همراه شوی. به این نمی شود. جناب سبا در نزدت کودک نیستاده است. و چه کار مشغول بودن تشکیلات را تمام آدمان میدانند. فروش مواد مقدر، فروش یراق اسلحه، آدم کشی و دیگر و دیگر، همش کاری آنهاست. ما این خیل عادت نداریم. این کارها به ما نمیزیبد. خودت میدانی که من به آنها علاقه ندارم. و بار دیگر از من این خیل چیزها را خواهش نکن. خودت میدانی زینال، من گپم را گفتم. ترتیب و نظام همین است. همین. دنیا تغییر یافته است. عصری 21 است. حق تشکیلات را ده و خواسته‌ات را گیر. مادامی که نمیدهی بیهوده گم نزن. مرا مجبور نکن سبا. من با آن قاتلان همکاری نمیکنم. برای تو این سرزمین می جنگن، لیکن تو آنها را آدم نمی حسابی. انا برای همین هم آنها تو را هم آدم نمی حسابند. پاسخ این گفته هایت را از تو می پرسند. دانستم کنی آمده پرسند جناب سبا. می بینید که کی از کی حساب می پرسد. وقتی که ما خاموشش هستیم میدان و دست این راهزن ها می افتد. رضایت را من خودم میدیم. پروا نکن. این دارو رو هر 6 ساعت یا قاشقچگی به کودک دهید. خوب شده است آقای دکتر. پدرم اومدند. خوش آمدید آقای زینال. خوش باشید. انشالله خبری خوش آوردید. خیر شما روید. خدا از همتون راضی خوش آمدید آقای زینال. گذارید. پسرم رفته یک آبی خنک بیار. حاضر پدر. شین. چی گپ شد؟ جنابی سبا کمک میکنند؟ کمک میکند به شرط من تشکیلات آنها را دستگیری کنم. اگر دریلی ها را به آن خائنان باز کنم اون نیز خطیچه را نجات میداده است. خدایا توبه، باوریم نمیآید نخود که یک زنی بیچاره و بینوا رو با راه خرید و فروش از تشکیلات گیرند. سبا منفعت پرست است. در اصل پدر و بابایانش آدمان پاک بودند. نمیدانم با او چیکار کردند که این خیل شده است. من این خیل شدنش را میدانستم، لیکن تو نرنجی گفته باز یک بار درش را کفتم. تشکر آقای زینال. شاید یکون چاره دیگر میابیم. دروغی نبیرتون رو دادم. پگاه میآیم. دکتر در این ساعت به کجا میروی؟ هوا تاریک میشود. بیا امشب مهمان شو. در جاهای ما مهمان را در بی وقتی گسیل نمیکنند. تشکر زیاد. میدانم مهمان دوستیتون رو میدونم، اما باید روم. خالای زلال مرا در ده انتظار است. خیر سفرت به خطر باد پسرم.
بیمار میشود خاله جان و درون درایه. باش بدریا. اینجا برایم خوب است دخترم. حالا هم از آقای دکتر خبری نیست؟ در راه است پسرم، رسیده می آید. انا آمد. خوش آمدی پسرم. خوش آمدید آقای. خوش باشید. بیا پسرم، به درون در آمده استراحت کن. از خدیجه یگان خبری خوش آوردی؟ آقای زینال به نزد سبا رفته خواهش کردند. آن خواهین کمک نمی کند. بله نمی کند. اکنون چیکار میکنیم؟ خاله بهترش ما به خانه های ما برگردیم. برای ما شده شما هم زخم میشوید. ینگه خدیجه هم از بلا خلاص نمیشود. چی علاج؟ تقدیر همین بوده است. چیزی که در تقدیرمان باشد همون رو میبینیم. بس کن فرهاد، این چه گپ و هیچ کجا نمیروید. شما به ما امانتید پسرم، اجازت نمیدهم. خدا از شما راضی باشد. لیکن برای ما شده شما زخم میشوید. به این حق نداریم. بهترش ما برمیگردیم. چیکار کنیم؟ چاره دیگر نیست. با یگان جا نمی روید. وقتی آمدنم آقای موسی رو با یک چند نفر دیدم که شما رو می جست. به خدا هر کجای شما را یابند می کشند. بیایید و درون درایید. باز مبادا شما را کسی نشناسم. زخم نشوید. حتما یگان چاره‌اش رو میابیم. خدیجه با اون بچه چیکار میکنند؟ چیکار میکنند؟ خوراک آوردم. هیچ چیز نمیخوام. رو از اینجا. مادرت فرستادند. کنی خور. نمیخورم گفتم. کنی خور؟ نمیخورم. تو چی کار کردی صدری؟ کنیسا با کجا؟ با درون درا. با درون درا. زودتر. مرا سر در اونجا چی؟ خلاص بینی. اونجا چی گفت؟ اینا کجا میره دختر؟ با درون درا. با درون درا کجا میگویم؟ حسا در را میگویم. گمان کردی که گریخته میتوانی؟ میمبت خانت همینجاست. اگر یک بار دیگر گریزی با خدا تو را میپرانم. دانستمان میگریزم. به جای میگریزم که کسی مرا نمییابد. سینان من در اینجا میترسم. خواهش میکنم التماس دست و پایم را کشوید. توبه کردم سینان، توبه کردم. بس از سینان، دختری بیچاره از این زیاد طاقت کردن نمیتواند. با مرگ نزدیک بودنش را باید داند که چم. باید داند، فهمیدی؟ سینان التماس میکنم مرا رها کنید. خواهش میکنم مرا رها کنید. طاقت کن. الو جنابی سبا، این منم سینان. گفزن سینان، گوش میکنم. به ما مبلغ لازم جنابی سبا. بعد از 2 روز باید به تشکیلات مبلغ فرستیم. لیکن مبلغ حالا هم پر جمع نشده است. چیکار کنیم؟ سردار دهه آقای زینال رو میدانی؟ بله میدانم او را. باور نشو. اندازهای تو با این روز نپرداختش را از او طلب کن. از این پس و انداز را 2 برابر میپردازد. لیکن جنابی سبا آن زینال خائن انداز نمیسپارد که. آقای زینال نبیره نوزاده دارد. پسر است. از جانش عزیز. اگر تو کودک را دزدیده توانی
او نیز مجبور می شود انداز سپارد. کجا میمیرم. التماس مرا نجاده. طاقت کن مژده، طاقت کن. دیگر نمیتوانم دیوانه میشوم. التماس مرا نجاده. چه شد مژده؟ دشوار بوده است. باید جزایت را بینی. دیگر چاره نداری. جناب سبا چی میخواد سینان؟ به دهه گوزلچه هجوم میکنیم. سینان مرا همراهتون نمیبرید. مرا هم برید. عملیات را صبح میگذرانیم. اشتاب نکن. تا صبح همینجا میمانی. میرویم. راه گردید. رهایم کنید. سینان التماس مرا رها کنید. التماس مرا برید. خواهش میکنم. سینان مرا در اینجا تنها نگذارید. من میترسم. سینان. احوال فرهاد و بدریه چی میشود طاهیر؟ اول باید با رفیقم در تماس شوم، بعد اونها رو میفرستیم. حالا باید به دهه گوزلچه رفته کودک را معاینه کنم. خلای زلال. خیر، سفرتون بی خطر باد. رفتیم. خیز احمق. کشا. دختر رو دیوانه کردی. کاردار نشو. خیز از جایت. خیز. راست شو. به من نگر مژده. اگر یک بار دیگر تکرار شود تو را قربانی میکنم. دانستمان. فهما. خب آفرین. اکنون آماده شو. به عملیات میرویم. زود باش. زود باش. کنی رفتیم. خودت رو به دست گیر. از ترس قریب میمردم که چه؟ نترس، جزای تمام شد. شنیدی سینان چی گفت؟ اگر باری دیگر تکرار شود من رو قربانی میکند. تو رو ترساندن میخواهد. بس خودت رو به دست گیر. اول لباسم را عوض کنم. در آور هست، رفته عوض کن. تو چی مادرش شدی؟ کنی بس کن. دختران ترسان. کسی که ترسید به خطا گراه میدهد. من حاضر به راه میبرایم. تو هم بیا. یک دم نیست. اول بگوی که برای چی به دهه گوزلچه هجوم میکنیم. سبب؟ نبیره نوزاد آقای زنر را میدزدیم. برای کودک میرویم. سوال نده که چه. امری به تو دادم را اجرا کن. تمام. راه گرد. میرویم. تا مژده را گرفته از پسی من بیا. این رو میآویزی. شاید جو نکن. گریه نکن. واه خدچه با یک معیوب خوندار می شود؟ التماس با من کمک کن رئیس. من هیچ کار کرده نمیتونم زیلال. لیکن به تو مصلحت میدیم که به نزد رافی و حامد رو. خودت میدونی که موسی پسری خاله آن هست. شاید حامد دلش سوزد و به تو یاری دهد. تو چی ها میگویی رئیس؟ آنها دشمنانی جانی منند. دیگر از دستم هیچ کار نمیآید. نمیروم. به نزد دری آنها نمیروم. در خونه تون کیست خاله زیلال؟ خیش و تباره. تو آنها را نمیشناسی قزبان. زلال آن جماد را همراه دکتر دیده بودم. بله راست. من آنها را در خانه هم نگاه میدارم. قزمان بیا رفتیم. راگرد. آنها کی باشند پدر؟ ای تو ندانی من از کجا میدانم. راگرد. اگر نفهمم میکفم. برای چی به بیرون برآمدید؟ به سرتون یگان بلا آوردنید. ببخشید خاله جان،
آوازشون رو شنیده خاطر شدیم. آیا ما را شناخته باشند؟ به فکرم نشناختند. لیکن رئیس و دخترش بسیار کنجکاوند. حتما به اینجا می آیند. اکنون چی کار میکنیم؟ بهتر شما را در کلبه دکتر پنهان میکنم. تو با بالای بام برو. خوب شده است. شما با من بیایید. درموش. آقا. تو با بالای آن بام بر آمده ایست. تو باشی اینجا انتظار شد. با دقت باشد. چی شد؟ بخیر است؟ سلاح گرفته اید؟ در نزد جناب سباب به تشکیلات زید برآمد. چرا انداز نمیسپاری میگوید. از آنها هر کار را انتظار شدن ممکن. با دقت بودن لازم. بیا به درون درو گذار. تو موسی را خوب میشناسی. یک وقت تو دامادش شدنی بودی. برادر با او صحبت میکردی. شاید گپت گذرد و خطیچه را از او گرفته توانی. وقتی که آنها کیچه را به من ندادند، رفت و آمد را با آنها بس کردم اپیزلو. به شما تنها بیشاگی ها کمک کرده میتوانند. خودتان میدانید که آنها با موسی خویش و تبارند. آنها دشمنان جانی هم هستند یشر. هیچ گپ نه. آقای حامد انسان خوب است. درد فرزند را میفهمد. رفته گوید البته کمک میکند. سلامت باشی یشر. تشکر. از تو عذر میخواهم برای گذشته را به خاطر آوردنم و زخمت نمک پاشیدم. کیچه را خیلی دوست می‌داشتم. پدرش او را به یک مرد ثروتمند دادنی شد. او باشد گریخت و با سلاحداران همراه شد. از جایت نجوم آقای زینال. مجدد زینال را همینجا نگه دار. بچه درو کیچه. در جهت است. شما از ما چه میخواهید؟ دکتر یابلا از زیری حرف حسن تو میبرایی. چی میخواهی سینان؟ یک طرفیست. یک طرف. سینان یک طرف. کودک بیمار است. یک طرف. نمیفهمی سینان کودک بیمار است. مرزا اینجا بیا. اینجا بیا. کودک را گیر. یک طرفیست. سینان دکتر تو گبرا نمیفهمی. کیچه راه گرد. راه گردید. خدا بخبران. خدا بخبران. شما چیکار کرده شده کودکی نوزادن؟ از این پس اندازهای به تشکیلات نپرداختد را میپردازی زینل. اندازهای حاضره باشد 2 برابر میشود. یگان تاش فراموش نمیشود. یا گفتم را اجرا میکنی یا نبیرد را نیست و نابود میسازم. مرا فهمیدی؟ رفتیم کیچه. راه گرد. کیچه کودک بیمار است. اگر تبابت نکنیم میمیرد. کیچه نبیرم دوام دهنده نسلم. نبیرم. سینان برای انداز شده کودک رو بردن کاری درست نیست. برای به مقصد رسیدن همه کار درست است کیچه. سینان ما خطا میکنیم. سینان بگوی ما برای این خلق میجنگیم یا بر ضد آنها؟ آدمان این رو دیده چی میگویند؟ کرد فرزند کرد رو میدزدد نمیگویند مگر؟ ترک و کرد و عرب و این و آن چه فرق دارد کیچه؟ چه فرق دارد؟ مرا گرنگ نکن. مرحمت زیلو. تشکر گلی. تبت خیرمی نماید زیلو. چیکار کنم گلی؟ خطیجه هم از دست رفت. قربانت شوم. با حامید یا رافع صحبت کن تا به من یاری دهند. موسی شاید به گپ آنها گوش دهد. رافع را خودت میدانی راضی نمیشود. لیکن حامید
خوش آمدی حامد. حامد زیلال با تو کار دارد. دخترش خدیجه. میدونم ینگه، میدونم. ببین حامد، زیلال محتاج است. از برای خدا با او کمک کن. التجا میکنم حامد، از دستی موسی خدیجه‌ام را نجات گوش کن ده. زیلال، به خانم آمدی هیچ چیز نگفتم، لیکن با تو یاری دوده خودو در نزد مردم شرمنده نمیکنم. رو از اینجا، من با تو کاری ندارم. رو. اگر آقای زینب نزد جناب سبا نمیرفتند این حادثه رخ نمیداد. سببگار این همه منم. خودتان رو گناهکار نکنید. به این هم در بینشان نافهمی بوده است. وای دختر مرا نشناختی دختر؟ اره گفته مدن از کلی. بله شناختم. گفته دیچو باشه. شما خوب هستید؟ خدا را شکر، شکایت ندارم. پسرم تو با زبان کردی خیلی خوب گپ میزنی. بله آموختم. آفرین پسرم. بیمار شدید بیایید میلش. رفتیم. یک دم ایست دکتر، این رو برای تو گفتم. چرا زحمت کشیدید خدا؟ خدا از تو راضی باشد. خیلی زحمت کشیدید. لازم نبود. تو برای مردمی این دیگه خیلی زحمت کشیدی. سندنده. خدا نگهبانت. شما رو هم. دایی پسرم، چی شد خالای زیلال؟ بیشاگی ها خیش و تباری موسایت. برای کمک به نظرشان رفتم، لیکن حامد مرا از خانه راند. باز یک بار تو میرفتی پسرم. بله آقای طاهر، شما یک بار به نزدشان روید. هیچ نباشد دامادشان هستید و شما نه نمیگویند. کمی پیشتر در این بار از اونها خواهش کرده بودم، اما یک باری دیگر تو گوی قربانت شد. میلش خالای زیلال، باز یک بار دیگر خواهش میکنم. انشاءالله به دامادشان نه نمیگویند. انشاءالله. کودک بهتر شد. سلاحداران کودک رو گرفته بردن خالای زیلال. تو چه میگویی دلا؟ برفین هم اونجا بود. به احوالمون نگر. بازی چه دستی سینان شدیم. دلم با او میسوزد کیچه. این کودک در اینجا طاقت کرده نمیتواند، میمیرد. کیچه چیگر؟ کودک رو خاموش کنه، سینام میکنه. برا بس پسی کارچه این را دار. با او شیر یفتن لازم است. شد گریه نکن جانکم. شد بس شد جان. سینان کودک را آرام کن، سرم به در آمد. آرام نمیشود. اگر آرام نشود جزا میدهه. کودک گرسنه است، شیر لازم. در این کوه من از کجا شیر میابم سینان کچه؟ کودک هم گرسنه و هم بیمار است. کودکی خردسال در این شرط و شرایط طاقت کرده نمیتواند، میمیرد. از همه مهمش مبلغ را آرند. همین از خدمت دعوایمان سینان. مگر برای آینده این کودکان، برای آزادی این کودکان مبارزه نمیبردیم سینان؟ بس کن احمق، به تو چی شد؟ زبان دراز شده است. بله برای آنها مبارزه میبریم، لیکن از بینشان یک تاش کم شود چی میشود میدانی؟ دنیا با آخر میرسد. رو از پیشم رو، تبم را خیره نکن رو. دیوانه نمیشوم. شما هم خیزید، از پی کارتون شوید. زود. تو چی ها میگویی داماد؟ میخوایی که پیشاگی ها خسته و دشمن خونیشان کمک کنن؟ خودتون میدونید. لیکن فراموش نکنید که اپای خدیجه زینب نمیرد گفته خودش رو فدا نمود. همون برای زینب خیلی زیخ هستیم. خالای زیلال باشند برای دخترشون عذاب میکشند، نه خود با او کمک کردن گناه باشد. میلش داماد، من به نزد موسی میروم. تشکر آقای حامد. تو دیوانه شدی حامد. نخواد کس به دشمنش یاری دهد. آدمان چی میگویند؟ خدایا توبه کردم. اکا بیزار شدم از این گپ ها. این چی گپ است؟ چی کاری که نشود آدمان چی میگویند میگوید؟ میدونم دشمنمان است، لیکن این حالت دیگر است. شما هم فهمید. تو چی خیلی مردی حامد؟ حیف بر تو، حیف بر تو، حیف.
هیچ گپ نه داماد. قهر یکم زود میگذرد. آرام میشود. تشکر. من باید روم. کاری ضرور دارم. مایلش. تو رو. من به نزد موسی میروم. کنی بینم چی میگوید. رو از نزدم. خور نمیخواهم. خور گفتم. گپ رو نمیفهمی. چی گپ است؟ چرا مقل میکنید؟ برای چی گریه میکنید؟ پسری معیوب تو مرا پیش کرد. پسرم معیوب نه، به آنجا گذر. گریه کردن نیست. با یک دیگر عادت کنید. آقای حامد آمده است. پسری خالم؟ ها. هوای نمیرسید. تو چی کار کردی صدری؟ خاله به خدا طاقتم تاق شد مانت گیروم، وگرنه به خدا خودم رو میکشم. دخترم، پسری من بیمار است. طاقت کن. ما را ببخش خدیجه. ما را ببخش دخترم. از من خدیجه رو میخوایی؟ من درست فهمیدم؟ درست فهمیدی. دختر رو با پسری معیوبت خانه‌دار کردن ظالمی است. مان رود. زلال دشمنت است. پدر خدیجه پسرت را کشته است. باز شرم نداشت طرف آنها را میگیری. چی؟ آدمیگری نمونده است موسی. تو همراه نشو حامد. نخود بیشاگی ها و دشمنشان یاری دهند. چی گویم حامد؟ تو نگفتی؟ من نشنیدم. خدیجه در این خانه عروس است. تمام. خر و تو راهی سفید. در تو آدمیگری نمانده است موسی. حیفی تو. انشالله خدیجه هم می آید. خاله زیلال، دلمان به شما می سزد. ما به دیگه بر می گردیم. ینگه خدیجه هم با این راه نجات می یابد. اگر روید به شما رحم نمی کنند پسرم، هر دویتان را هم می کشند. شما هم برای من فرزندید. اجازت نمی دهم. طاهر شما را به شهر می فرستم. آنجا خانه‌دار شده حیات آسایشته را سر می کنید. روزی می شود که من هم فرزندانم را گرفته از اینجا می روم. مراد، با کمکت احتیاج دارم. من از دو جوان رو می فرستم. می خواهم اونها رو صاحبی کنی. قزبان؟ خانم قزبان، چرا اومدی؟ برای جواب دارم قزبان جان. با تو گفتم گپ رو نمیفهمی. قزبان، پدرت خوراک میخواه نمیفهمی. حاضر من تو رو باز میشن دردی سم از اینجا. خانم قزبان، اردوی ابله تو خودت ابله. تو گپ رو نمیفهمی. راز اینجا راز پیشم ابله. پدرت خوراک میخواه گفتن گپ رو نمیفهمی. ناشو خودت ناشو. پدرت گروز نه رو باشد گپ گوش میکند. ابله الکی گپ زده شدید؟ تشکر قزبان. نمیارزد. باز اومده زنگ زنید. با کی گپ زده باشد؟ الدون نمیشد همش رو میفهمیدم. ما رو شرمنده کردی. آبروی بیشاگی ها را دو پل کردی. حیف تو حامد. بس کنید اکا. واهمه نکنید. خوبی کردنی بودم نشد. خوبی میکرده است. خدایا توبه. آقای حامد، آقای طاهر فهمیدن یعنی چی شد؟ چی میشد؟ بیفایده با اونجا رفته آبروی بیشاگی ها را دو پل کرد. خدیجه‌م را در آنجا نمیمانم. یک بلا کرده او را از آنجا نجات میدهم. با کجا خاله زلال؟ سلاحم را میگیرم. به نزد موسی میروم. اگر لازم شود کلنگ را زیر میکنم. خاله زلال، طاهر، برای برفین چیکار کردنم را میدونی. برای خدیجه هم همان کار را میکنم. استید خاله زلال، استید. خدیجه رو من نجات میدهم. چخیل نجات میدی؟ خودت دیدی که همه راه رو سنجیدیم نشد. کنی گوی چطور او رو نجات میدی؟ یگون راهش رو میابیم. فرهاد، لبه آقای طاهر، در رو محکم کنید تا اومدنی من به کسی نکشید. مایلش. بیایید خاله زلال.
در کسی هست؟ بیارشان. انیق در درون کسی هست. که چرا خاموشی؟ چرا گپ نمیزنی؟ فکر و خیالم در خواهرم است. عجب بود دکتر آنها رو به شهر فرستاده باشد. شاید علاقه در شهر باشند. روم همانجا خانه دار شوم. من وقتم رو از دست دادم. بگذار او خانه دار شده صاحب فرزند شود. چی گپ؟ با هم پیچیر کرده چی ها میگوید؟ هیچ. همطور. چی بود است؟ این هجی درو درازتان. اوف، این کودک باز سر کرد. سینون، کودک گرسنه است. گپ نزن مجده. کودک میمیرد سینون. مبلغ رو که آوردن او رو میدیم گفتم که خیز که چه او رو به درونی غار بر زودتر عصبم را خراب کرد. رو تو رفته چای دم کن. السلام علیکم. آقای موسی چی حال داری؟ آقای چوپون در اینجا چی میکوبی؟ گنی گپ زن؟ من خونه به خونه گشت شیرینی تقسیم کرده ایستادم آقا. چرا این کار رو میکنی؟ نه انگور خورید و باغش را نپرسید. در ده همون توی است. اینها را از همان جا آوردم. مرحمت کنی مرحمت اشتیایی تام. چای نمینشی الدو؟ نه ینگا نمینوشم. من باید به یک چند خانه دیگر روم. و شما اشتیایی تام. تشکر پسرم. اشتیایی تام. سلامت باش. دارو به آنها ضرر نمیرساند. پس از یک چند مدت خوبشان میبرد. در وقتی خوبشان مرفته به خلیجه را میگیره. تو خیلی با عقلی پسرم. این کارو کردن نمیخواستم اما چاره دیگر نبود. آدمان دهه گزلچه آمدند. حتما مبلغ را آوردن. کودک نجات مییابد. ایستو که چه؟ سینون گفت که به اجازت من به یگان کار دست نزنید. تو کودک رو دار. من رفته بینم. یعنی که ما شو اول بینیم. خوب اکنون روید. کودک چی میشود؟ کودک نیست. روید از اینجا. روید گفتم از اینجا. شب شوید. چرا کودک رو نگرفته؟ چی شد سینون؟ پولها رو آوردن کودک را ندادی؟ کودک را برای دفعه دیگر نگاه می‌داریم. چه خیل دفعه دیگر سینون؟ احمد کارت چی؟ تو به هر کاری من بینی نخران. گم شو. بیایید. مادر جان من از اینجا بریم. دخترم چی رویم؟ میرویم. رفتیم. زودتر خونه زیلو زودتر. زود باشید زود. بالدوق بیا زودتر. بیایید زودتر. بیایید. در این باره یکون کس نفهمد فهمو؟ میرم و به کسی نمیگویم آقای. تشکر. پس از توریک شدن هوا به اینجا میگویی فهمیدی؟ مایلش آقای دکتر. اوی الدو دیگه چی گپ هست؟ نمیدونم چی یکون گپ شده است. اون زنی سطر پیش که همراه بود کیست؟ کدام زن؟ وای زن مرد بود.
الدو تو مرا مسخره میکنی؟ نه به خدا که نه. گوش کن الدو، خودت رو به نادانی نزن، مرا دیوانه نکن. نه جانکم، به این هم من نادانم. نخواهی نگو چوپون، یک بالا کردن خودم میفهمم، یک رفیست. میفهمیده است. 30 40 50. سینان که چه خلل نرسان، حسابم را گم میکنم. بدتر بیا. پول را آوردند، کودک را برای چی ندادی؟ که چه گفتم که برای دفعه دیگر نگاه میدارم. چخل دفعه دیگر سینان؟ تا وقتی که کودک در دستمان است، زینالی خائن همه گفته هایم را اجرا میکند. کودک بیمار است، اگر به نزد دکتر نبری میمیرد. مردن گیرد. کی میفهمد؟ با تو چی؟ اگر کودک میرد مگر تشکیلات غلبه میکند سینان؟ تو چی ها میگویی؟ تو چی در داری؟ من هیچ چیز را نمیفهمم. این چیکار است؟ هم برای خلق میجنگی و هم کودکانشان را به قتل میرسانیم. باز یک کودک نوزاد بیگناه رو. این چخل دعوا است. این قاتلی روی راست است. اگر مردن خواهی رفته خودت را از یگانجا پرتا یا پران. از نظرم در شوکی نیستاد میکنم. دیگر کسی تو را نمیابد. فهمیدی؟ میپرانم. کسی نمیابد. میپرانم. پران برای چی ایستاده ای؟ پران سینان نپران. سینان نیست. پران میگویم. التماس میکنم سینان نپران. دف شوید. از نظرم گم شوید. همه اتون روید. کجا خوب هستی؟ خالای جلال، اپای خدیجه رو هم به شهر میفرستیم. باز از دخترم جدا شوم؟ به سراغ اپای خدیجه میآیند. او رو پیوسته پنهان کردن نمیتوانیم. یک چند مدت در شهر میایستد. آقای طاهر درست میگویند خالای جلال. وقتی همه آرام شدن اپای خدیجه برمیگردند. میلش پسرم، چه خیلی که خواهی؟ ما چطور به شهر میرویم آقای دکتر؟ با غیر از ده دیگر جای را نمیدونیم. پروا نکن بدریا. پس از تاریک شدن هوا الدو شما رو میگیرد. من نیز همراهتون میروم. اول از ده میبرویم، بعد شما رو با اتوبوس به شهر گسیل میکنیم. الدوی ابله، یعنی تو این رو از من پنهان کردی؟ شوهر زیلال پسری حامد را کشته بود. نخواد کس بزن و دختری قاتلی فرزندش یاری دهد. آقای رافع، برادر من انا همین خیل است. ما را رفته در نزد موسی شرمنده کرد. چی گویم؟ به شأن و شرفی بیشاگی ها داغ آورد. لیکن حامد گناهگار نیست. سینان با آن دختری دامادتان میدانی؟ پدر دخترم، تو در اینجا چی کار میکنی؟ چند ساعت شد که خوراک را انتظار شدم. از گرسنگی قریب میمردمه. ببخشید پدر، همش با عیب الدو. از اول میگوید اینقدر عذاب نمیکشیدم، سردردون نمیشدم. خوراک را در وقتش تیار میکردم. لیکن کار خوب شد. عاشقم با هم یک جا شدن. چی ها میگویی؟ کی با کی یک جا شد؟ پدر، فرهادی پسری امک خلیل و دختری امک موسی را میدونید؟ خیر. دختر و خالای زیلال با آنها یاری دادن. اپای خدیجه را هم آوردن. خزمان، راست میگویی؟ واه بیچاره موسی، شرمنده شدم گوی. بله شرمنده شدم رافع. تو با من خویش و تباری موسی. دیر نشده خواستم به تو خبر دیم. همهشان یک جایه شده گریختنی اند. یعنی مرا فریب داده همهشان از اینجا گریختنی اند؟ از من گفتن. اون طرفش را خودت میدونی موسی. سلامت باش رافع. چرا ایستادیم؟ بیایید به ده هجوم میکنیم. به خانم در آمده هم بدریه و هم خدیجه را گرفتند. به خدا آنها آنقدر خام نیستند. با آنها سر به سر شدن نمیتوانیم. چیکار کنیم امک موسی؟ بهترش این کار را به جناب سبا سپردن لازم. بله. از پشت ما یگان شخص قدرتمند باشد که گپمان گذرد. جبزن بیاید. رو. سینان تو رو جیغ میزند. شد. من اینجا سینان. کنی اینجا شین. بشکن که چند سال باز اینجا با هم باریزه میبریم.
حتی یک بار هم به دعوایمان خیانت نکردی. تجربه زیاد داری. لیکن وقتهای آخر رفتارت آنقدر خوب نیست. تو را جانشین تعیین کردنی بودم، اما وقتی چنین رفتار کنی این کار نمی شود. خودت را به دست گیر کچه. اگر این خیل دوام دادن گیری عاقبتت خوب نمی شود. چی می شود سینان؟ چند سال است که در این جایی. چی شدنش را خودت خوب می دانی. الو گوش میکنم جنابی سوا. به تو یک وظیفه میدم سینون. دکتری مشهورمان را میدانی؟ انا همین شب از دههای اوبی کلان 3 نفر را به شهر میگریزاند. مانع این گریختنشون میشوی. جزای جوانان جزایشان کنی یک دمیست پرسم. تو چی میگویی موسا؟ آبروی اعتبارم را دوپول کردن جناب سبا. بدیه را با آن سگ بچه به قتل رسانند. خدیجه را صحت سلامت برگردانند. گوش کن موسا، حقش را پرداخته نمیتوانی ها؟ هر چیزی که خواهید میکنم جناب سبا. کافی است که اعتبارم را به دست دارم. این طور باشد کاری به خلیل سپردم را تو انجام میدی. من بعد اسلحه را تو میاری. هرچی گوید اجرا میکنم جناب سبا. این جوانان یکی بدریه دیگرش فرهاد نام دارد. هر دویشان را میکشی سینان. خطیچه را زنده میاری. خلای زلال اینها برای فرهادند. زحمت نکشید آقای دکتر. چی خیلی زحمت، هیچ گپ نه. آقای طاهر لبای دلو این پوها رو هم دهید، در راه لازم می شود. سلامت باش. شما چی میترسید؟ من میترسم اپای خدیجه. نترس بدریه، من در برات میشم. نترسید، به قریب به مرادتان میرسید. شبانگه از ده همه برایند. در کوههای سفید با آنها دام گذاشته گریزه ها را دستگیر میکنیم. آنها کی هایند سینان؟ از دههای شما بودند. یکیش دختر نامش بدریه، دیگرش باشد پسر نامش فرهاد. بیایید رفتیم. سینان چی؟ این کودک رو چیکار کنم؟ خاموش نمیسته. این کودک بلای جانمان شد. او را به قبرستان برده به سرش یک تیر پران نیست و نابود شود، از او خلاص شویم. فهمو سینان. راه گردید. کجا؟ رفتیم. سینان چی شد؟ تیردانم رو فراموش کردم. احمق، فکر و خیالت در کجاست؟ رفته گیر. مرا منتظر نشوید، رسته میآیم. رو زود بیا. گریه نکن گفتم. میپرونم. بس شد، گریه نکن. شد گریه نکن. دیگر کسی تو رو ناراحت نمی کند. شد، گریه نکن. بس این تشکیلات بهر خلق مبارزه نمیبرد. خلق رو خود نیست و نابود میکند و ریسک و روزیشون رو مجبورن میگیرد. سال هاست که به این راهزنها خدمت کردم. قاتل کودکان و عاشقان شدم. برمیگردم. تو
تو از اینجا میبرم، لیکن باید اول خواهر خودم رو نجات دهم. خالای زلال، با پای خدیجه خیر و خوش کنید. شاید من هم روم پسرم. راه دراز است، برای شما خطرناک است. مبادا اگر فشارتان پس شود آنها رو نیز از راهشان باز می‌کنید. راست میگویید، به شما باری گران میشوم. خالای زلال، خواطر نشوید، آنها رو تان از اتوبوس میبریم. سفرتون بی خطر بود. از ما راضی باشید خالای زلال. راضیم پسرم. ما رو ببخشید خالای زلال. بخشیدم دخترم. خدیجه، مادر جان، مادر جان، باز از هم جدا میشویم مادر جان. پس از مدتی کوتاهی وا میخوریم. زودتر اشتاب کنید. بیایید آقای دکتر، زودتر روید. مادر جان، خالای زلال، وقت نیست. مادر جان، اپای خدیجه برمیگردم. چرا اینقدر غم میخورید خالای زلال؟ نمیدونم دخترم، چیزی مرا ناراحت میکند. کیچه کجا شد؟ به فکرم ما رو گم کرد. کیچه احمق، کیچه رزیل. آنها در کجا باشند خواهرکم؟ آیسته با دقت باشید. بیایید زودتر، رفتیم زودتر. بیایید اپای خدیجه زودتر. پلنگ کم نزنید. در گرد و اطراف کسی نیست. خاموش آواز نبرارید. آیسته تر. بیایید زودتر. آماده ایستادن. ایستد، همه اتون ایستد. کسی از جاش نجنبد. گفتم که بلند کم نزنید. باز با هم روبرو شدیم دکتر. سینان، از ما چی میخواهید؟ بدریه و فرهاد را میخواهیم دکتر. نزدیک آید هر دو. زودتر. پیراهن تقدیر. فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.